همونطوری که نماز مفید است، اقتصاد، کار کردن، تجارت، مغازه داشتن مثل مسجد داشتنه. اگر کسی گرسنه باشد دین و ایمانش را می فروشد، عقیدش را می فروشد. مسجد هم داشته باشیم اما کار نداشته باشیم. اما قرار نشده که روز جمعه هم کسی بره چون که صید حلوا او خیلی درآمد داره اون هم روز جمعه. خیلی از دوستان ما در مناطق روز جمعه قایقشون رو روشن میکنن یواشکی قبل از نماز جمعه یا شب جمعه که شب توبه و استغفار است، شب صلوات و درود است، شب آمادگی است برای حضور در نماز جمعه. یواشکی قایقشون روشن میکنن، تورشون رو میگذارن که حلوا تو شب و روز جمعه خیلی خوبه. قایقام کمن، اکثرا میرن تو نماز جمعه، ما بریم که درآمد خوبی داره. این را بدانید که هر کسبی و هر تجارتی که هنگام اذان نماز جمعه باشد اون زقوم است و اون حرام است. اگر دنیای حبور باشد، دنیای حلوا باشد، سنگ 50,000 تومان و 60,000 تومان هم بفروشید اون حرام است و زقوم است. و لقب ایمانو از انسان میگیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنو، آیه با چی شروع شده؟ یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. ای کسانی که مؤمن هستید و ایمان آوردید، اگر ندا و اذان روز جمعه بلند شد در شهر، همه چی را رها کن. فسعوا، بشتاب، نگفته آرام آرام برو، گفت بشتاب، یعنی کل زندگی تو رها کن. چون اونجا دیگه رستگاری در لبیک گفتن به ندای ملکوتی توحید هست و ندای ربانی هست. بعد میگه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من رزق الله. وقتی که نماز تمام شد حالا برو دنبال خرید و فروشت، حتی در روز جمعه هم اشکال ندارد. اما بعد از عصر روز جمعه تا مغرب ساعتی هست که در اون ساعت دعا ردخور ندارد، ساعت اجابت هست، اون زمان هم از دستت نرود. بعد از عصر تا نماز مغرب روز جمعه. روز جمعه مسلمان به کار پرداختن و نماز جمعه را ترک کردن کمترین خصلتش خصلت یهود میگیرد که میخواستن کلاه سر خداوند بگذارن. بعضی از مسلمان ها شب جمعه حرکت میکنن یا صبح جمعه میرن روستایی تو باقی برای تفریح که تفریح داشته باشن، زن و بچه‌شون هم با خودشون میبرن. نه نماز جمعه‌ای هست نه مسجدی هست. خواسته که حالا یه روز که بیکار اداره نیست خودش با زن و بچه‌ش همه از نماز جمعه و فضیلت نماز جمعه محروم بشوند. گروهی هم هستن که شب جمعه که میشه منقل تریاکشون و کبابشون و شرابشون آماده میکنن، میرن کوه گنو که هوا خونه که میخورن و مینوشند و میکشن تا عصر جمعه که ساعت اجابته که دیگه مست برمیگردن. همه مسلمان و مسلمان زاده هستن. اسمشون اگه بپرسی همه اسمای اسلامی هم دارن. نظر داشته باشد سوره کهف داستانی جز داستان ایمان نیست، جز داستان خداجویی و خدا طلبی چیزی دیگر نیست، جز به سوی خدا حرکت کردن و توکل به خدا چیزی دیگر نیست، جز فرار از معصیت و شرک و گناه و بدعت و کفر به سوی هدایت و نور الهی چیزی دیگر نیست. میگه اگر مسلمانی شب جمعه یا روز جمعه خداوند توفیقش بدهد که سوره کهف را تلاوت بکند، خداوند بین دوتا جمعه اون مسلمان و نورانی و روشن میگرداند، میدرخشاند. از این جمعه تا اون جمعه تو زندگیش جلوش پیشا پیشش همینجور میدرخشد و هیچ موقع در تاریکی گناه واقع نمی شود. منظور از نور، نوری است که
دل اون جوانای مؤمن سرمایه‌دار درخشان و نورانی کرد که راهو پیدا کردن و به سوی خدا هجرت کردن. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. محور سوره کهف بر همین آیه کوتاهه، انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. چند تا جمله بیشتر نیست. سبب درخشندگی بین دوتا جمعه خواندن داستان اون چند تا جوان